یه روز یه دختری خیلی حالش بد بوده. پدرش میگه چی شده؟ میگه بابا فکر کنم افسرده شدم، مشکلات زندگی زیاده، هر دقیقه اینا میریزه سرم، نمیتونم هندلش بکنم. بابا آشپز بوده، میگه دخترم بیا با هم غذا درست کنیم. بدون اینکه چیزی بگه میره 3 تا قابلمه آب میکنه، میذاره این قابلمه‌ها جوش میاد. بعد تو یکیش یه دونه تخم مرغ میندازه، تو یه دونهش یه دونه سیب زمینی میندازه، تو یه دونه ظرفم قهوه میریزه، میذاره جوش میاد. هیچ توجهی نمیکنه، میذاره میگذره. دختر بلند میشه میگه داری چیکار میکنی؟ بعد 20 دقیقه اینا رو خاموش میکنه. بابا اینا رو در میاره، تخم مرغ رو، سیب زمینی رو، قهوه رو میریزه توی لیوانی. میگه ببین دخترم، تخم مرغ رو فشار بده. دختر فشار میده، میبینه سفت شده. میگه این تخم مرغ وقتی رفت توی آب جوش، فشار، دما، شل بود، شکستنی بود، وقتی اونجا قرار گرفت سفت شد، مقاوم شد. اما از اون طرف سیب زمینی خیلی سفت بود، وقتی انداختمش تو آب جوش شل شد، قشنگ با یه فشار از بین میره. اما قهوه، وقتی قهوه رو ریختم تو آب، این رایحه‌اش بلند شد. آدما واکنششون به فشار و مشکلات زندگی متفاوته. این دست ماست که بخوایم سیب زمینی باشیم یا بخوایم تخم مرغ باشیم یا قهوه باشیم. شما تصمیم میگیرید که در مقابل فشار از خودتون چه واکنشی نشون بدید.